روزتون بخیر. خب سلام عرض ادب. خوب آقا هستی؟ بهزاد عزیز خوبی؟ تشکر، ممنونم. شما حال خوبی؟ شما سلامت احوال باشی. شما زنده باشید. قربونتون، مرسی، ممنون. خیلی خوش اومدید به لایو ما. ممنونم، مرسی، لطف دارید. شما باشم زنده باشید. خب یه سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستای عزیزم، آفرینشیای عزیز که لطف کردید و این ساعت از شب با ما همراه هستید. انقدر که درخواست کردید که با آقا بهزاد ما لایو بذاریم، دیگه ما تا جمعه هفته بعدش هم دیگه صبر نکردیم، گفتیم که همین امشب این برنامه رو بذاریم ببینیم که چیکار کردن این آقا بهزاد که اینجوری شده. انشالله که برامون تعریف میکنید. خب بله. من خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب، چون میدونم که همه دوستانم وقتشون محدوده و ببینیم که حالا چی میشه. همین ابتدای بحث به بچه ها بگم که با اجازه شون ما کامنت ها رو میبندیم و البته امکان گذاشتن کامنت برای من در تمام طول لایو مهیاست. من کامنت های بچه ها رو میبینم، تک تک سوال هایی که شما میفرستید رو میخونم و نهایتا انتهای بحث کامنت ها رو باز میکنیم و اونا رو از بهزاد عزیزم میپرسیم. خب بریم سراغ بحث. من کامنت ها رو ببندم اول که کیفیت لایو هم اوکی باشه. خب بهزاد جان صدا و تصویر ما رو که داری؟ خوب، بله عالی، من کامل همه شو اوکیه. اول بگو که از کجا لایو شدی ما بدونیم. من از ایتالیا، شهر تورین ایتالیا. آره، نزدیک میلانه، 1 ساعت فاصله دارم با هم. خیلی هم عالی. جای ما رو به هر حال اونجا خالی کنید دیگه. والا خیلی توصیه نمی‌کنم حقیقتا، خودم در حال رفتنم. آره ولی چرا توصیه نمی‌کنی؟ به ما هم بگو همین اول چرا توصیه. به نظرم برای اینکه یه پلی باشه، مثلا از یه مقطعی، مثلا از لیسانس آدم بیاد اینجا ارشد بخونه بعد بری یه کشور دیگه، به نظرم خیلی خوبه. برای 1 سال 2 سال آدم بخواد درس بخونه، ولی برای موندن من کلا به نظرم 3 تا کشور خیلی خوبه: استرالیا، کانادا، آمریکا. این 3 تا به نظرم میتونه برای با توجه مثلا به سبک و لایف استایل زندگی ما ایرانی، کلا اون انتظاری که از زندگی داریم، به نظرم این 3 تا کشور میتونه مقصد نهایی ما باشه. آقا الان همه دارن از به واسطه گرونیایی که تو کانادا هست میکوبن میان ایتالیا، یعنی داری میگی نیان؟ آخه من تا حالا کسی رو ندیدم از کانادا بیاد ایتالیا. این پس رفت میشه. اینقدر که کانادا گرون شده دارن میگن. آخه همون یعنی من فکر نمی‌کنم درآمدش جوری باشه که جواب اون هزینه ها رو نده. چون ایتالیا انقدر مثلا وقتی درآمد بالاتر باشه مالیات میگیره که اصلا واقعا یه زندگی خیلی معمولی و روتینی میشه. یعنی آدم بخواد مثلا بحث مالیات هست. خب بسیار عالی. از این بحث مهاجرتی بیایم بیرون دوستان. بحث مهاجرتی و اشاره تو لایوهای مهاجرتی کوچ پیگیری کنید که آفرینش ان شاءالله به زودی اون رو هم ران میکنه. خب بهزاد به من بگو که در آزمون اصلی چه دسته گلی کاشتی؟ نمرات بگو تو هر اسکی. خب من 2 بار امتحان آیلتس دادم. بار اول 7.5 شدم. لیسنینگ هم 8 بود، ریدینگ هم 9 بود. لیسنینگ 8، 8، ریدینگ هم 9 بود، رایتینگ هم 7 بود، اسپیکینگ هم 6.5 بود. این دفعه اولی که من آزمون آیلتس دادم و ایران هم امتحان دادم. اسپیکینگ داغون بود؟ آره داغون نبود در سطح تو داغون بود. آره اسپیکینگ هم خیلی پایین شد. من حالا دلیلش هم خودم میدونم چی بود. یعنی حالا بعداً میپرسم. آره. آزمون دومو بگو. آزمون دوم لیسنینگ شد 8.5. خب این سری ریدینگ خراب شد. ریدینگ شد 8، اسپیکینگ شد 8، رایتینگ شد 6.5. اسپیکینگو ترکوندی، رایتینگ هم که حالا 6.5 7 دیگه. ریدینگ خیلی پایین شد دیگه نسبت به امتحان قبلی، یه نمره اومد پایین‌تر. همه اینا رو ازت میپرسم ببینم چی شد که اینجوری شد. خب این آزمون آخر تو کی دادی بهزاد؟ تو ماه می بودش. 5 ماه می. ببخشید اگه لطف کنی فارسی بگی چون ما زیاد ایتالیایی نیستیم. والا خودم فارسیش نمیدونم کی میشه مثلا سپتامبر رو اگه بگیم شهریور با تولد خودم دارم. شهریور.
تیر ماه چند مهر آبان مثلا میشه چهار ماه پیش دیگه تقریبا خرداد، مثلا خرداد بود فکر میکنم، 4-5 ماه پیش، پس هنوز خیلی ازش نگذشته. بسیار عالی. بریم از بک‌گراند زبانی شروع کنیم، چون این اصلا لایو آفرینش شده ترند توییتر. داستانش اینه که یه دوستی اومده بود زده بود که لایو آفرینش اینجوریه: سلام علیکم، من 8 شدم. بعد همه اومدن مثلا زیرش نوشته بودن که همشون استاد زبانن. خب جالب این که حالا امکان داره کسایی که حالا نمره بالا گرفتن به تبع چون نمره بالایی دارن حتما علاقه به زبانم داشتن، بعداً هم استاد بشن، شاید هم استاد بودن. اتفاقا ما تو لایوهای آفرینش خیلی دقیق کسایی که خیلی از دوستان نمره 8 هستن تو آفرینش واقعا، ولی سعی میکنیم اونایی رو باهاشون مصاحبه کنیم که اتفاقا استاد نباشن. حالا اگه استاد هستی بگو راستشو. نه نیستم من، نه خیالتون راحت باشه نیستم من. این سابقه ای هم ندارم. آره خیالتون راحت باشه. استادا رو دوست داری یا نداری؟ اینو حداقل استادا رو دوست دارم ولی خودم استاد نیستم. دوستشون دارم، صرفا در علاقه است. خب دوستان عزیز توجه داشته باشید که حداقل بهزاد استاد نیست. تو لایو این اواخر ما هم خوشبختانه استادی نبوده. البته استاد بودن مشکلی نداره. من نمیدونم چرا حالا اصلا یه لایوی میذاریم فلانی اگر استاد بوده هی میگن استاد. خب آقا استاد. من به بهزادم گفتم حالا قبل از این لایو با هم صحبت کردیم که اصلا استاد بودنش هم مشکل نداره. استاد که از بچگی همجوری زبانه رو بلد نبوده. حتی اگرم فرض بذاریم که بهزاد استاد بوده باشه، همین روندی رو طی کرده که استاد نبوده باشه. خب حالا یکم با درگیری زبانی بیشتر. خب بهزاد خیابانی شدش جمله‌تو. آره اینو خب بهزاد بهم بگو که آیا آزمون ماک هم اینو اول بهم بگو. قرار شد که از بک‌گراند زبانی به من بگی، ببینم که از دوران نوزادی این زبان رو بلد بودی یا نبودی، چی کار کردی که حدوداً اومدی آفرینش. باز جالبه من کامنت های همین تلگرام آفرینش که میخوندم اومده بودن نوشته بودن خب این که زبان بلده، از پیری تو وارد آفرینش شده یعنی بلده. اتفاقا کسی که از پیری تو وارد آفرینش شده همچین هم زبان خوبی نداشته. من به دوستان میگم این خبر هم نیست، یعنی 1001 نفر پیری تو هم میان قبول میشن ولی همچین نمره‌ای رو به این سادگی ها حداقل نمیتونم بگیرم. پس بهم بگو که چه بک‌گراندی داشتی و واقعا تو آفرینش چی قبول شدی، چون خودم نمیدونم. اگه یادت هست بهم بگی که تعیین سطح چی بود و چیکار کردی. من خب از دبستان میرفتم کلاس، همون با کانون شروع کردم از الیمنتری فکر کنم. از اون موقع اصلا سطحش اینترمدیت اینا نبودش، ران بود اسم سطحش. شروعش با ران 4 بود شروع کردم تا دوم دبیرستان. کانون رو رفتم و تموم شد. ادوانس 3. بعد از اون دوم دبیرستان به بعد، دوم سوم دبیرستان به بعد دیگه من کلا هیچ کلاسی نرفتم. بعد چون مثلا اونم تموم شده بود خوشحال بودم دیگه، میگفتم مثلا من الان کامل زبان بلدم. بعد ولی فیلم و سریال اینا همیشه مثلا نگاه میکردم، یعنی اینجوری نبود که کلا بذارم، ولی کلاس این که بخوام برم یا بخونم نه دیگه. تا اینکه مثلا داشتم می‌خواستم کارهای اپلای رو انجام بدم و خب من اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم که امتحان آیلتس کلا چه شکلیه. بعد مؤسسه شما خب شناخته شده است دیگه. من امتحان تعیین سطحش رو دادم، یعنی اونجا اولین باری بود که من تازه فهمیدم مثلا فرمت امتحان آیلتس چه شکلیه. سطح پری2 قبول شدم. بعد پری2 اومدم و کلاس آیلتس، بعد تازه من فهمیدم مثلا فرمت آیلتس چجوریه، مثلا چه تریکایی باید توش انجام بده آدم، چه مهارت‌هایی آدم باید یاد بگیره. ولی از تا میشه گفت 5 سال پیش، از دبیرستان تا 5 سال پیش من اصلا کلا هیچ زبانی دیگه نخوندم این وسط. بعد فیلم و سریال کلاس‌های حضوری آفرینش اومدی بهزاد یا آنلاین؟ کلاس حضوریش من میومدم. بعد طول دورت تو آفرینش چقدر بود؟ نیمه فشرده بود فکر کنم. 3 ماه بود کلاسام، یعنی آیلتس هم 3 ماه بود، پری2 هم 3 ماه بود فکر کنم. بسیار عالی. خب بریم بحث اصلی رو شروع کنیم. میانه بحث برمیگردم به اون چیزایی که بچه‌ها مد نظرشون هست. 2 تا خواهش از بچه‌ها دارم، اینکه ریکوست ویدیو اومدن برای من نفرستید. دوستان قرار نیست که ما با شما صحبت کنیم، قراره که با بهزاد صحبت کنیم. اگر 8 هستید بیامتون بالا یه تایم بدید.
ولی سوالاتتون رو بپرسید. من همین الان نزدیک به عجیبم هست، حالا اینقدر سوال 300 تا سوال داریم. من اینا رو در طول لایو میخونم، همکارای منم اونا رو لیست میکنم میفرستم، اونا رو حتما از بهزاد میپرسم. خب بریم با لیسنینگ شروع کنیم. بهزاد جان، آزمون اول اصلی که دادی لیسنینگ 8 شده بود، آزمون بعدی لیسنینگ 8.5 رو گرفتی. خب یه نمره فوق العاده رو گرفتی. بریم شروع کنیم ببینیم که برای لیسنینگ چیکار کردیم، منابع چی بوده، تکنیکات چی بوده و اینکه حالا چه توصیه‌ای هم برای بچه‌ها داریم. من حالا توصیه کنم، ولی کلا به نظر من چیزی که تو امتحان خیلی آیلتس مهمه، کلا تو هر امتحانی به نظرم آدم نباید چند منبعی کار کنه، چون همه اینا حالا تا یه سطحی مثلا تا نمره 7.5 به نظر من همه این کتابا یه هدف دارن، ولی آدم مثلا از این منبع بپره توی منبع بعدی قطعا به نظرم فقط آدم تمرکزش به همین زمان روی منبع به نظرم تمرکز کنه ولی کامل انجامش بده به نظرم خیلی قشنگ‌تره. من برای لیسنینگ کمبریجا رو کار می‌کردم، از بار دوم که امتحانم تا کتاب 18ش اومده بوده. از 6 تا 18 من تک تک تستا رو برای لیسنینگ زدم. بعد بار اولی که امتحان دادم یه نکته جالبی که داشت، اون یه دقیقه‌ای که اول امتحان سال اول و یه دور میخونه بودش، یعنی الان تو فرمت جدید آیلتس عوض شده. و این خیلی کمک میکرد که من برم مثلا، چون خودم پارت 3 رو مشکل داشتم، برم پارت 3 رو نگاه کنم. ولی این الان این قابلیت رو برداشته، واسه همین یه ذره مدیریت زمانش الان به نظر من سخت‌تر شده. سرعت خیلی مهم‌تره، یعنی آدم فقط دیگه دانش زبانی نیست، آیلتس داره به نظر من به این سمت میره که بیشتر اسکیل‌های آدم، مثلا تایم منیجمنتش، استرس منیجمنتش آدم مثلا بتونه تشخیص بده و کنترلش کنه به نظر من. ولی برای لیسنینگ من کمبریجا رو همه رو زدم، آره 6 تا 18. 6 تا 18 رو زدی. بعد هیچ منبع دیگه ای جز کمبریجا نداشتی؟ اون موقع که کلاس میرفتم استاد مثلا میگفت اگه این کتاب مثلا آکسفورد مثلا این تمرین رو برو بزن و من میزدم، ولی اون تایمی که دیگه من خودم سلف استادی میکردم برای آیلتس واقعا فقط کمبریجا رو خوندم. به نظرم کافی هم بود حداقل، چون خیلی استاندارده و امتحان آیلتس انگار. متوجه شدم. من یه لحظه تعدادی از سوالات بچه‌ها رو بخونم بعد دوباره برگردم. بسیار عالی. همینجا یه سوالی رو تو همین قسمت لیسنینگ ازت بپرسم. بحث تقسیم بندی اسکیلا تو زمان مطالعات هست. خیلی از بچه‌ها یه سردرگمی دارن، اینه که این اسکیلا رو چجوری بخونن، چجور دسته بندی کنن. میخوام ببینم که روش تو چی بوده. اومدی چه میدونم یه روز لیسنینگ میخوندی، یه روز ریدینگ میخوندی، یه روز اسپیکینگ میخوندی؟ نه، گرچه اینا هم پوشانی هایی هم دارن و بحث من تمرکزت روی اسکیل، یا نه مثلا تا یه تایمی جداگونه میخوندی، دم آزمون همه رو با هم میخوندی؟ میخوام ببینم که ترتیب مطالعه اسکیلای تو چجوری بوده. من چون به نظرم دو تا اسکیلی که خیلی به نظرم جای کار داره و آدم اتفاقا خیلی هم انعطاف داره و هر آدم میتونه اونو تخصصی برای خودش یه مدلی انجامش بده، به نظرم رایتینگ و اسپیکینگ خیلی به نظرم جای کار داره. لیسنینگ و ریدینگ خب همه چارچوبش معلومه، زمانش معلومه، اینکه چه تریک های آدم باید داشته باشه. مثلا اینکه توی ریدینگ اگه سال یک مثلا تو خط اول، سال دو مثلا از خط دوم به بعد حتما هست مثلا جوابش، یعنی اینا همه ثابته. ولی به نظرم دو تا اسکیلی که خیلی جای کار داره و آدم میتونه شخصی سازیش کنه، یکی اسپیکینگ، یکی رایتینگ. من موقعی که میخوندم لیسنینگ و ریدینگ رو با هم دیگه مثلا تست میزدم، خب توی تایمش دقیقاً نزدیک امتحان آیلتس باشه. روزانه هم برای اسپیکینگ وقت میذاشتم و کار میکردم، سمپل میخوندم، مثلا صدای خودم رو ثبت میکردم. من رایتینگ رو حقیقتا تایم براش کم گذاشتم، ولی اسپیکینگ هر روز تقریبا فکر میکردم راجبش، تمرین میکردم، حرف میزدم که واقعا بدونم توی امتحان اصلی چی میخوام بگم، هر سوالی میخوام بدن آماده باشم براش. یه توضیح دادین، مرسی بهزاد جان، یه توضیح دادی راجع به اینکه فیلم و سریال و پادکست اگر اشتباه نکنم زیاد گوش می‌کردیم. میخوام ببینم که اینا چی بوده. آیا واقعا حالا فارغ از بحث سرگرمیش تمرکز ویژه‌ای داشتی وقتی نگاه می‌کردی به بحث آیلتس؟ یعنی کار خاصی می‌کردی یا نه همینجوری می‌دیدی یا پادکست رو جور خاصی گوش می‌کردی؟ میخوام ببینم که دقیقاً چه جوری استفاده می‌کردی، چون خیلی از دوستانی که تو همین لایو هستن
زیاد فیلم و سریال میبینن اما نهایتا به دردشون نمیخوره، یعنی کمکی بهشون تو آزمون نمیکنه. من خب مثلا چون خیلی ساده مثلا فیلم و سریال میبینم، اون اوایل نه واقعا بیشتر جنبه سرگرمی داشتش، ولی توی تایم آیلتس به نظرم چیزی که کمک میکنه که تو لیسنینگ خیلی کمک میکنه و اگر آدم با زیرنویس انگلیسی نگاه کنه به شدت تو لغت کمک میکنه، چون لغت هایی که هست مثلا خب واقعا نیتیون دیگه، خیلی لغت های سطح بالایی که هستش و استفاده میکنه که آدم مثلا 4 تا 5 تاشم توی امتحان اصلی بگه واقعا منظورم معجزه میکنه تو اسپیکینگ. یعنی آدم 5 تا 6 تا لغت خیلی سطح بالا که توی هر سوالی اسپیکینگ به کار بیاد ما ازش استفاده کنیم، به نظرم خیلی نمرمون رو میبره بالاتر. واسه همین تو لغت به نظر من خیلی کمک میکنه. اسپیکینگو 8 شده بودی بهزاد؟ من 8 شده بودم بعد. ببین میدونی که ترکوندی اصلا اسپیکینگو. خب من همیشه میگم که انقدر که میگن رایتینگ سخته من دیگه اعتقادم نسبت به این از بین رفته، میگم اسپیکینگ سخته. جالبه که با 95% شاید، یعنی بیش از 90% بچه‌ای که نمره 8 به بالا داره من صحبت میکنم تا حالا نمره 7 به بالا اسپیکینگ من ندیده بودم. عجیبه اصلا برای خود من، یعنی همه رایتینگ و سخت در نظر میگیرن، از اون اسپیکینگی غافلن و نمرات اسپیکینگ خیلی نمرات پایینیه. یعنی به نظر من اینقدر که اهمیت داره، یعنی چون حالا بذار اینجا رو چیز کنیم به اسپیکینگ میرسیم. خب بگو اسم چند تا از این فیلم و سریال ها و پادکستات که کار میکردی. فیلم و سریال تا صبح من میتونم بگم بریکینگ بد رو مثلا دوست دارم. نه اونایی که توصیه میکنی برای داوطلبان آیلتس. یه پادکستی که به نظرم خیلی خوبه تتاکه، به نظرم فکر هم میشناسنش. یه پادکست دیگه هم که حالا گوش میکنم اسمش هوبرمنه. هوبرمن HUBERMAN، استاد دانشگاه استنفورد، بعد کلا راجع به مسائل پزشکی صحبت میکنه. از کجا پیدا کنیم؟ من توی اینستاگرام هستش، تو یوتیوب هم هستش. آره آندرو هوبرمن. بعد خیلی به نظرم یعنی آدم بعد پادکست‌هاش هم نسبتا طولانی، مثلا شاید 2 ساعت باشه. خیلی به نظرم لغتایی که استفاده میکنه، اصلا اینکه چقدر یه آدم نیتیو روون و فلوئنت صحبت میکنه به نظرم خیلی مهمه. یعنی اصلا انگار یه استایل صحبت کردن دارن هر کدومشون و خیلی به نظرم میشه جذابیه. این پادکست هوبرمن که گفتی گوینده‌هاش افراد متفاوتی هستن؟ گوینده اصلیش همین استاد دانشگاه استنفورد، بعد توی هر اپیزود مهمونش عوض میشه، حالا راجع به اشخاص مختلف مثلا هستن. بسیار عالی. خب بریم سراغ ریدینگ. باز همچنان به بچه‌ها بگم که سوالاتتون رو من دارم میبینم، نگران نباشید، تک به تک اونها رو که به درد بخور هست رو من میپرسم. خب ریدینگ قبلی و 9 شدی، خب اینو اومدی 8 شدی. 8 شدم خیلی بالا پایین. فارغ از این که 8 هم نمره فوق‌العاده‌ایه، قبل از هر چیز میخوام ازت بپرسم که چی کار کردی که یه نمره اومدی پایین که ما اون کار رو نکنیم. انجام ندید. آره کاری که من کردم نکنید. حالا من کار خاصی نکردم، یعنی سعی کردم با همون سیستم برم جلو همون، ولی احساس میکنم یه ذره تو این امتحان شاید اون ترس این که مثلا بخوام دوباره همون نمره 9 رو بگیرم باعث شد که نمرم کمتر بشه. هیس رو سوالا چک میکردم که اینو درست زده باشم و فکر میکنم وقت کم آوردم. یعنی 2-3 تا تست آخر من تو 1 دقیقه زدم کلا و احساس میکنم همونجا 2 تا غلط داشتم. یعنی خودم تو امتحان فهمیدم انقدر که حساس بودم که گفتم من مثلا حتما اینو باید کامل شم، من باید 8.9 بگیرم، مثلا نمیتونم پایین‌تر. انقدر دقت کردم رو سوالا، انقدر وقت گذاشتم که دیگه به آخرش رسید 2-3 تا سوال آخر فقط تو 1 دقیقه اصلا هیچ تایمی برای چک کردن من نداشتم. یعنی همه اینا به نظر خود از استرس بوده؟ از استرس نبودش، خیلی استرس نداشتم برای امتحان، ولی اینجوری بود که گفتم مثلا چون من بالا شدم دیگه اینو مثلا اسکیلمو اینم مثلا همون 9 امتحان قبلیم بشه. واسه همین انقدر فکر کردم راجبش، انقدر حساسیت به خرج دادم که تایمر دستم رفتش واقعا. از کار خاصی نکردی در واقع، حساسیت خودت بوده. آره یعنی خودم مشکل زمان بندی که پیدا کردم مثلا برای روی یه دونه تست شک داشتم،
ولی خب هر کدوم از این تست‌ها یه زمان مشخص داره دیگه، طبق چیزی که خود آزمون طراحی شده. ولی من اینجوری بودم که بذار ببینم این درست زدم، هیچ موقع اشتباه نباشه، چون مثلا بقیه رو مطمئن بودم که درست زدم. دیگه رسید به دو سه تا سوال آخر اصلا تایم نداشتم و کلا هم چک نتونستم بکنم، حتی اینکه مثلا درست وارد کردم گزینه‌ها رو، جوابا رو. خب بین صحبتات اشاره داشتی به بحث مدیریت زمان تو ریدینگ که به شدت مهمه، البته تو لیسنینگ هم اونم به شدت مهمه. تو هر جفتش میخوام بدونم که برای افزایش سرعت گوش کردن و افزایش سرعت دیدن تو هر این دوتا اسکیل چی کار میکردی؟ روش تو چی بوده؟ من از ریدینگ شروع کنم. حالا لیسنینگ کلا به نظرم یه ذره آسان‌تره، ولی توی ریدینگ خیلی به نظرم زمان بندی مهمه. من این چیزی رو که متوجه شدم، اولا اینم بگم قبلش، به نظرم توی امتحان ریدینگ ها طولانی تر از کمبریج هاست. یعنی من خودم اینو متوجه شدم، یه ذره خورد تو ذوقم. مثلا کمبریج ها به نظرم اوکی یه صفحه بود، این یه صفحه و نیم بود مثلا، خیلی به نظرم بیشتر بود و این یه ذره، حالا شاید اشتباه میکنم. در کل مثلا دو روش میگن برای زدن ریدینگ هستش. یکی اینکه آدم اول سوالا رو بخونه، بره از تو متن جوابش رو پیدا کنه، که من خودم این روش رو خیلی دوست ندارم، حتی استادم هم بهم گفتش این روش رو انجام نده، چون میتونستم سریع بخونم متن رو یه دور میخوندم ولی خیلی با جزئیات نه، که در کل بدونم اون متن چی داره میگه، مثلا من بدونم این پاراگرافش چی داره میگه کلا. بعد دیگه میرفتم سراغ سوالا، اونجوری شروع میکردم جواب دادن و اینکه تایم میگرفتم، هر کدوم 20 دقیقه وقت داره دیگه، سعی میکردم مثلا من بتونم 5 دقیقه 10 دقیقه وقت اضافه بیارم که بذارم روی ریدینگ سوم که از همه طولانی تره. یعنی من همیشه تو ریدینگ اول و دوم میذاره وقت زیاد می آوردم و اونو میذاشتم روی ریدینگ سومم، و حتی اگرم روی ریدینگ سومم وقت اضافه می آوردم میذاشتم رو سوالایی که شک داشتم. اینجوری میتونستم مدیریتش کنم. من یه چیزی یادم اومد که به بچه‌ام بگم بعد بریم سراغ بقیه سوالات ریدینگ. اینکه بهزاد آزمون اولش رو ایران داده و آزمون دومش رو ایتالیا داده. حالا اینکه حضوری داده یا کامپیوتر داره و اصلا سنترهای ایتالیا چجوری در مقایسه با سنترهای ایران، چون تو جزء فکر کنم خیلی استثنایی کیسایی که هستی، هم اون رو درک کردی هم ایتالیا رو درک کردی، خیلی سوژه جذابی هستی. من خودم خیلی دوست دارم بدونم که اونجا چی کار باید کردن، ایران چی کار باید کردن، ولی بذاریم اون آخر بحث که اسکیلا رو تموم کنیم بعد راجع به اونم بپرسیم. خب منابع ریدینگ چی بوده؟ و من همیشه به بچه‌ها میگم، اصلا این خواهش رو میکنم که خیلی دوست دارم بدونم که وقتی داری این توضیح رو میدی، این که چطور به اون نمره فوق‌العاده 8 رسیدی هم توضیح بدی. خب چون خیلی راحته، مثلا ما داریم میگیم که تو لیسنینگ 8.5 شدی، نمیدونم ریدینگ 8 شدی، استیکینگ 8 شدی. خب واقعا این نمره ها تعجب آوره. شاید بچه‌ها مثلا همینجوری میبینن الان ما چند وقته داریم نمره 8 رو میذاریم، یه جوی هم درست شده، همه حرف همینجوریه نمره 8 گرفتن و این واقعا کار دشواریه. من قطعا به همه دارم میگم خیلی از اساتید، شاید اکثر اساتید زبانی که توی ایران هستن قطعا نمره 8 آیلتس رو ندارن، برن امتحان بدن شاید در نهایت یه 7.5 بگیرن. پس بدونن که این کار فوق العاده سختیه. از تو میخوام اون جزئیاتی که باعث شده تو به نمره 8 برسی رو برای ما تعریف کنیم. خب بگو برای ریدینگ چیکار کردی؟ برای ریدینگ هم واقعا شاید باورتون نشه من دوباره فقط اکچوال ها رو زدم، میگم اکچوال کمبریج ها رو زدم دوباره، ولی خب من همش رو زدم. اکچوال مثل اینکه روحش اینجا حضور داره. اکچوال ها زدی یا نزدی؟ نه اکچوال ها رو برای چیز کار کرده بودم، برای اسپیکینگ و رایتینگ که سامپل داشته بودم. باشه پس به اون میرسی. آره اینجا بعد برای ریدینگ فقط کمبریج بودش، ولی خب من از 6 تا دوباره 18 رو زدم. خب 12 تا هم کتاب، هر کدوم 4 تا هم تست داشته باشه 48 تا میشه. 48 تا ریدینگ رو من واقعا زدم، همشو تک تک. 48 رو زدی؟ من همشو زدم. همش هم احتمالاً چند بار زدی؟ نه یه بار زدم. خب باز اون جای شکرش باقیه. خب ولی میگم یعنی چیزی که بهم کمک کرد اینه که یه منبع بود، ولی خب انقدر دادن کمبریج زیاده و هر کدوم 4 تا تست داره داخلش. من فکر میکنم 50 تا تست رو هر کسی بزنه با هر لولی راحت به این نمره برسه. یعنی بحث اون تعداد است به نظر من. همینجوری
سوالی بکنم. ما تقریبا تو همه این لایو اخیرمون اکثرا دوستان همین تک منبعی بودن، برای خود منم جذابه. جدیدن دقیقاً چیزی که ایرانی‌ها معمولا برعکسش عمل میکنن، همش هی دانلود میکنن، هی این ور میان هی اون ور میان، این منبع اون منبع، هر استادی که تعداد منابع بیشتری بده بهش اطمینان بیشتری دارم. و جالبه که داریم میبینیم که نه، این کمبریج ها راه نجات بهتری هست. سوال من اینه که تو چجوری خودت اعتماد کردی که منابع دیگر رو نخوندی، یا نه رفتی سراغش دیدی به دردت نمیخوره، یا اینکه نه وقت نداشتی فقط چسبیدی به این کمبریج ها؟ نه، من استادم که توی خود سطح آیت و سطح پریدو یه سری تمرین میداد که مثلا تو طول ترم انجام بدیم، ولی در کل جلسه آخری که ما رفتیم توصیه‌ای که به ما کرد این بود که برای ریدینگ و لیسنینگ اینا رو کار کنید، بر کمبریج ها رو برای اون دو تا اسکیل دیگه مثلا اکچوال ها رو بخونید. اگه دیگه خیلی زمان آوردید، دیگه انقدر زیاد زمان داشتید، مثلا برید کتابای دیگه سطح بالاتر. ولی خیلی مطمئنانه اینجوری بودن که همینا شما رو به نمره خیلی بالا میرسونه. ولی میگم در کل این قضیه این که ما هممون دوست داریم تعداد منبعامون زیاد بشه، مثلا احساس می‌کنم یه حس خوبی بهمون میده که اوکی مثلا من 20 تا کتاب دارم حتما دارم، ولی وقتی این 20 تا کتابو نتونیم هیچ کدومش رو بزنیم فقط ولشون کردیم و به اطلاف هزینه و وقتی نبوده. ولی یه منبع میگم کمبریج خیلی زیاده، یعنی 50 تا تست من فکر نمی‌کنم کم باشه، خیلی زیاده. خب یکی از سوالای بچه‌ها رو اینجا ازت بپرسم سر این هدینگ مچینگ هاست. میخوام ببینم تکنیک تو چی بوده توی هدینگ مچینگ ها. من معمولا هم قسمت اول چیز میاد دیگه، مثلا پارت 2 مثلا 6 تا هدینگ همون اولشه. من میرفتم هدینگ ها رو میخوندم، بعد سعی میکردم حفظشون کنم، یعنی حداقل تو ذهنم باشه که مثلا این کلیت مثلا این هدینگ ها راجع به چیه. بعد اینا رو که اول میخوندم میرفتم متن اصلی رو یه دور میخوندم کامل. خب همون موقع در حین خوندنم میگفتم این میخوره مثلا گزینه بی باشه، مثلا این هدینگ باشه، اینو یادداشت میکردم یه جا. بعدش که ریدینگ کلا تموم میشد دیگه، من اینا رو تک تک شروع میکردم مچ کردم با هر پاراگراف و به نظرم خیلی هم روش جواب میداد، حداقل برای من جواب میداد. ولی میگم این یکی از دوست بگو بهزاد. ولی میگم این که یه تصویری آدم از اون هدینگا تو ذهنش داشته باشه بدون مثلا کلیت این مثلا 6 تا مورد راجع به چیه و یه ذره تو اون ریدینگ هم یه تصویری ازش داشته باشه، به نظرم همون تو حین خوندن میتونه 2-3 تاشو راحت وصل کنه. همینجا 500 تا سوال الان اومده که میگن استاد ریدینگتون کی بوده. خب البته که من میدونم که خودت بگو دیگه، ولی اسمشو نگویی دیگه، ولی بگو که حالا واقعا آفرینش بودی دیگه، چه پریتو چه آیلتسو. برای بچه‌ای میگم اینو که ابتدای بحث نبودن. اینجا هم یه گذری بزنیم، واقعا اگر استاد بد بوده به من بگو، به عنوان مدیر آفرینش که درستش کنم. اگر خوب بوده بگو چرا خوب بوده، چون مهمه این برای خود منم دونستنش خوبه، از زبون تو هم بشنوم و اینم بشنوم که آیا نمیدونم این تو این مسیر انقدر بهت کمک کرد که نمره 8 بشی، چون خیلی ها مسیر سلف استادی هم انتخاب میکنن، حالا بسته به شاید طریقشون. میخوام ببینم که تویی که 8 گرفتی فکر میکنی که مثلا اگر فقط سلف استادی میکردی نمیدونم مسیرت اینقدر سخت‌تر میشد، یا نه تو ترجیحت این بود که بیای کلاس گروهی رو شرکت کنی؟ من به نظرم، من همیشه مثلا اگه با دوستامی کسی صحبت میکنم میگم به نظرم آدم برای شروع حتما باید کلاس بره، چون آیلتس یه مقدارش مثلا 50% 60% دانش زبانه، 40%ش به نظر من واقعا اون ریزکاریایی که داره که اونا رو قطعا یه نفر باید به نظرم آموزش بده به آدم، چون آدم هر چقدر خودش بخونه میگه اوکی من باید برم جواب بدم دیگه، ولی نمیدونه مثلا چجوری باید زمانو مدیریت کنه. واسه همین من توی لیسنینگ و ریدینگ خیلی این ریزکاری ها رو از استادم یاد گرفتم و خیلی مثلا اینجوری بود که خب لغت سختی که نداره، معمولا یه 30 تا لغت 40 تا لغت هستش توی لیسنینگ که اسپلینگشون مهمه، اونا رو آدم یاد بگیره. خب فکر نمی‌کنم غلط املایی کسی بزنه، ولی اینکه مثلا آدم بین 2 تا سیکشن یه ذره تایم داره سویچ کنه بره پارت 3 یا 4 که طولانی تر رو بخونه، به نظرم خودمون نمیتونیم بهش برسیم، حتما یه نفر باید با تجربه باشه اینا رو بهمون بگه.
بسیارم عالی. خب من اینجا جا داره که یه یادی بکنم از استاد سطح پریتو بهزاد عزیز. بعد راستش واقعا خیلی من الان ناراحت شدم، واقعا جاشون خالی باشه. فوق‌العاده بودم واقعا. ای خدا. خب استاد شیوا رفیع عزیز بودن ایشون. بعد فقط استاد خوب نبودم، از نظرم یه انسان خیلی خوب بودم. آره ببخشید دوستان، من فکر نمی‌کردم اینجوری بشه ولی اینجوری شد. واقعا روحشون شاد باشه و جا داشت که یادشون رو ما اینجا گرامی بداریم. انشالله که به هر حال دارم میبینن دیگه نتیجه زحماتشون رو، حداقل تو این قسمت قطعا که همراه ما هستن و جاشون هم حتما جای خوبی هست. دیگه چیزی نگم دیگه. اما خب اینو ول کنیم، بریم سراغ استاد آیلتستون. یکم از پریتو گفتید، آیلتس چطور بود استادتون؟ میخوام ببینم که اونم انقدر بهتون کمک کرد یا نکرد. قطعا میگم توی معرفی منابع هر دو تا استاد واقعا همین منابع رو پیشنهاد میکردن. خیلی جالب بود. یعنی کمبریج و اکچوال این دوتا رو توصیه میکردن و جفت استادان اینجوری بودن که اصلا لازم نیست چند تا منبع متعدد رو شما بخونید، چون این کار فقط باعث میشه تمرکزتون از بین بره. و اینکه کمبریج خیلی یعنی نزدیک امتحان آیلتس شبیهشه، کار کردنش واقعا معجزه میکنه. ولی ما فکر میکنیم مثلا چون یه منبعه حتما داریم کمکاری میکنیم، ولی اگه اون یه منبع رو من به نظرم خوب انجام بدیم، خوب یاد بگیریم، به نظرم خیلی تاثیر مثبتی میذاره توی روندمون، تا اینکه چند تا منبع رو هر کدوم مثلا یه تستش رو بزنیم. بسیار عالی. خب بریم یه چیزی رو بگم. تو صحبتات یه نکته رو اشاره کردی که میخوام رو اون یه تأکیدی بذارم، چون تو هم دوتا آزمون آیلتس داری، تو علل خصوص تو بخش ریدینگ ها من باید بگم که حالا تو گفتی فکر میکنی، من باید بگم چون این سوالا رو هی دارم میبینم، قطعا بخش ریدینگ آیلتس سوالات سخت شده، سخت‌تر شده و با اون چیزی که تو کمبریج داره اتفاق میفته فرق میکنه. و نه فقط شما، دوستان عزیزی که همین اواخر این آزمون رو دادن اینو اشاره میکنن. این یکی از دلایل، اصلا شاید مهمترین دلیلی بود که خدا آفرینش اومد کتاباشو تغییر داد توی این 4 سال گذشته و رفت سمت همین کتاب آیس جرنی جدید، به خاطر اینکه دید نه سطح سوالا خیلی تغییر پیدا کرده و اگر بخوایم مثلا رو همون کتاب قبلی ما اینو ببریم، نه اون نتیجه درست رو نمیتونیم بگیم. پس بچه‌ها هم بدونن که در واقعیت این اتفاق افتاده و اتفاقا چند تا از دوستانم الان دارم میام تو کامنت زدن، اونا هم رو همین اذعان دارن که سطح سوالات ریدینگ کمبریج سخت‌تر شده، پس حواستون باشه. خب اینم از ریدینگ. بریم سراغ رایتینگ. همچنان دوستان عزیز سوالاتون رو میتونید بپرسید و من اونا رو از بهزاد عزیز و بزرگوارمون خواهم پرسید. خب رایتینگ رو آزمون اولت رو 7 شدی، خب قطعاً که یه نمره فوق‌العاده است. تو آزمون دوم 6.5 شدی. باز من مثل ریدینگ میخوام بپرسم که به نظر خودت اتفاق خاصی افتاده که نیم نمره کمتر شدی، گرچه باز همین 6.5 هم خیلی خوبه ها. این دوستانی که من میگم بهزاد تو این نمره کمتر شده یه وقت توهم نزنن که مثلا 4-5 شده، نه 6.5 شده، اون ریدینگ هم 8 شده. من میخوام در سطح خودت ببینم که کمکاری کردی، باز اتفاقی افتاد اونجا کار بهتری کردی، چی کار کردی؟ من یه ایرادی که اصلا کلا، یعنی اینو من توصیه میکنم به همه این کارو انجام ندید. من اصلا ننوشتم رایتینگ، یعنی تا قبل امتحان من یه دونه رایتینگ هم ننوشتم و این خیلی کار اشتباهیه. من سمپل خیلی زیاد خوندم و سمپل نمره بالا و این فکر رو داشتم تو ذهنم که اوکی مثلا من دیگه این سمپل ها رو خوندم، حتما میتونم اینجوری هم پیاده سازی کنم. ولی به نظر من
اون خوندن یه بخششه، شاید 40%، 60%ش من نظر من نوشتنه. من اشتباه بود که تو هر دو تا آزمون کردم. من امتحان دومم بیشتر، چون امتحان اولم استاد آیلتس هم تصحیح می‌کرد رایتینگ های ما رو. یعنی من حداقل تو طول ترم 4-5 تا رایتینگ نوشته بودم حداقل، ولی بار دوم که خودم امتحان دادم حتی یه دونه هم ننوشتم. یعنی میشه اشتباهی که من انجام دادم و خب نکنم مثلا این کار. آره حتما انجام بدید. و رایتینگ خیلی سخته، یعنی من کاملا درک میکنم، ولی به نظر من نمره 7، چون من توی پستا هم دیدم کسی که رایتینگ 7.5 گرفته توی آفرینش توی امتحان اصلی. به نظر من تا 7.5 شدنیه و چیز عجیب غریبی هم لازم نیست باشه. راهش رو من دوباره میگم، استاد آفرینش خیلی بهم کمک کرد، استاد سطح آیلتس هم. کلاس آدم باید خیلی استفاده کنه توش، مجهولینا خیلی به درد نمیخوره. اینکه مکانیکی نباشه خیلی کمک میکنه، ولی مهمترینشون که استادمون گفت و خودش رایتینگ 9 مینوشت برامون، پر از ادجکتیو کلاز، ادورب کلاز، نان کلاز، ایف کلاز، و این خیلی تاثیر. و من همین 6.5 7 احساس میکنم به خاطر همین کلازایی بود که توش نوشته بودم. یعنی توی هر و حتی سمپلم میخونم پر از کلاز بودش. و از اون مهمتر، حالا از اون مهمتر شاید نه، اینکه خیلی پیوسته بود همه چیز. یعنی خیلی روونه، مثلا بین پاراگراف اول و پاراگراف دوم اینجوری نیستش که دو تا قضیه جدا دیگه باشن. این خیلی مهمه برای اینکه نمره مثلا 5.5 نشه، چون رایج‌ترین نمره فکر کنم 5.5 باشه توی رایتینگ به خاطر آف تاپیک بودنه. بعد اینجوریه که مثلا ما میگیم مثلا اشاره شده بین نیچر و نرچر مثلا و مقایسه‌اش، ما شروع کنیم راجع به یه چیز دیگه هم توضیح دادن فکر کنیم درسته، ولی یه ذره آف تاپیک بنویسیم در نمره 5.5 میشه هر چقدر خوب باشه. یعنی باید بدونیم که ما فقط باید راجع به اون چیزی که ازمون سوال شده بنویسیم، نه کمتر نه بیشتر. اگه 2 تا پارت با 2 تا پارت شدم جواب بده، بیشتر از اونم ننویسه چیزی راجع بهش دیگه. واسه نمره‌های بالاتر آدم باید لغت‌های سطح بالا بدونه، خیلی کلاس توش بنویسه و مکانیکی ننویسه داخلش. این به نظرم میشه حتی 7.5 هم گرفتش تو رایتینگ. تو رایتینگ منابع چی بود بهزاد؟ من اکچوالا رو خوندم. کیو؟ سامپلای اکچوال. اکچوال رایتینگ آره. من سامپلای اون رو خوندم فقط. و فقط هم اون مصحح در خود استاد آفرینش بود؟ فقط هم. و گفتی که تو اون 6.5 دیگه مصححی در واقع ندادی که تصحیح کنی؟ نه اصلا دیگه فقط سامپل خوندم فقط، و اینجوری بودم که اوکی مثلا من دیگه 7 میگیرم، ولی دیدم نه. بسیار عالی. بریم سراغ اسپیکینگ. دوستان همچنان سوالات شما هست، من نوشتم خیالتون راحت و میپرسم از بهزاد. سوالایی مثل اینکه نمیدونم وکب و چی کار کردی، نمیدونم کالوکیشن چیه، نمیدونم لغات و نمیدونم پارتنر اسپیکینگ و اینا همه رو من میپرسم. همراهمون باشید تا برسم اون قسمت آخر. خب بریم سراغ بخش اسپیکینگ که اصلا دیگه ترکوندی دیگه. اسپیکینگو آزمون اول 6.5 شده بودی، بعد یوهو آزمون دوم اومدی 8 شدی. دوپینگ کردم. نخریدی آزمونو؟ چرا خریدم. ولی فقط اسپیکینگ رو خرید. آره فقط این اسکیل رو خریدم. فکر کنم اسپیکینگ رو حراج زده بود. آره آف خورده بود 50%. خب بگو واقعا برای اسپیکینگ چیکار کردی؟ چون سخت 6.5 و 8 کردن تو اسپیکینگ. نمره مثلا 6.5 و 7 نکردی، 7.5 هم نکردی. دیگه بچه‌ها میدونن که 8 اسپیکینگ شدن دیگه خیلی، یعنی انگار که نیتیو لایک هم از عمل کردی. بگو چیکار کردی؟ توی امتحان اول من یه مشکلی که باز خودم دارم و به نظرم بعد این کار انجام همین الان فکر تون صحبت میکنم. انگلیسی صحبت کردنم همین جوریه، واقعا دارم تون صحبت میکنم و این تون صحبت کردن شاید باورتون نشه من باعث میشه مثلا اسو نگم بعضی وقت، مثلا هیگوز مثلا بعد ممکنه بگم هیگو، چون اینقدر تون صحبت میکنم اشتباهات اینجوری. خب و تو امتحان اول خودم 3-4 جا فهمیدم، یعنی اصلا میگم خودم کاملا فهمیدم تو امتحان من افعالو دارم اشتباه میگم. یعنی شاید لغتایی که به کار بردم خیلی خوب بود، ولی کاملا این اشتباهات اینجوری رو داشتم و وقتی اشتباه بیسیک باشه نمره از 6-6.5 بالاتر نمیاد و اصلا هم شوخی نداره. مثلا اگزمینر تو این قضیه هر چقدر شما لغت خوب بگید، گرامر سطح بالا بگید، تا وقتی این بیسیک ها آدم رعایت نکنه
اصلا اون نمره مثلا 7 و نیم و 8 و اینا رو نمیتونه بگیره تو اسپیکینگ. و رایتینگ هم در یعنی دو تا اسکیلی هستن که واقعا جای خطا اصلا نداره. خیلی صفر و صدی بهش نگاه میکنم به نظر من. برای امتحان دوم من رو این قضیه خیلی کار کردم، رو سرعت هم کار کردم، یه ذره کمتر مثلا بخوام اونجوری تون صحبت نکنم. چه چیزایی رو خوندم؟ دوباره اکچوال من خوندم، شاید باورتون نشه اکچوال ها چرا فقط خوندم. باورم نمیشه تو کلا آره. 2 تا کتاب خوندی، کمبریج اکچوال. نه تو برای اسپیکینگ یکی دیگه هم خوندم، ماکار. خدا رو شکر. اون یکی دیگه هم خونده بودم، ماکار. و کاری که میکردم شاید باورتون من با خودم حرف میزدم، یعنی انقدر تو طول روز با خودم حرف میزدم، یه موضوع رندوم پیدا میکردم شروع میکردم همینجوری راجع به صحبت کردن. و این با خودت حرف میزدن اون چون حالا شاید طنز باشه ولی دوست دارم بدونم چه جوریه، تو مغزت با خودت حرف میزنی یا نه بلند. یه نفر مثلا بلند انگار مثلا یه نفر جلوم نشست، مثلا دارم انگار کنفرانس میدم. آره صحبت میکنم راجع مثلا انگار یه آدمی مثلا استاد دانشگاه نشسته راجع به موضوع ازم سوال کرده انگار. فقط من به دوستان توصیه کنم این کار در جای عمومی انجام بدید. فکر می‌کنم آره ممکنه بستری بشه، احتمال بستری شدن زیاد تو خونه احتمال بستری شدنتون زیاده. به امتحان آیلتستون نمیرسید، این کارو انجام ندید، اینا حواستون باشه. بعد خیلی با خودم صحبت می‌کردم. بعد توی پارت 2 صدامو ضبط می‌کردم، حتما تایمر می‌ذاشتم رو 2 دقیقه که من 2 دقیقه رو کامل صحبت کنم، چون میدونم چقدر این پارت 2 تاثیر میذاره روی نمره. و یه چیز دیگه که این به نظرم یه ذره به مهارت هر آدم برمیگرده اینه که آدم بتونه همینجور صحبت کنه. یعنی مثلا آدمای پرحرف به نظر من معمولا خیلی راحت میتونن نمره بگیرن تو اسپیکینگ، چون هر سوالی بکنی یه چیزی هستش که ربط بده به اون قضیه. من خودم احساس کنم تو این قضیه خوب بودم. مثلا راجع به غذا سوال میپرسیدن، حتی یه چیز اصلا غذام نخورده باشم تو زندگیم یه چیزی پیدا میکردم راجع به صحبت کنم. ولی چه چیزایی که باعث شد نمرم خوب بشه، سمپل واقعا من زیاد خوندم. من کل ماکا رو خوندم، کل کتاب ماکا رو من خوندم، کل اکچوالا رو من خوندم، هر 3 تا پارتشو تک تک اینا رو من رکورد کردم. یعنی شاید 300 400 تا شاید 300 تا شاید سمپل من واقعا رکورد کرده بودم. خیلی من وقت گذاشتم چون میدونستم اگه قرار نمرم بالاتر بشه رایتینگ رو نمیشه مثلا 8ش کرد، ولی اسپیکینگ میشه. و میدونستم اگه بخوام نمره 8 بگیرم قطعا باید اسپیکینگ هم زیاد بشه چون خیلی جای کار داشت. و یه چیز دیگه هم که من خیلی بهم کمک کرد، من همزمان داشتم امتحان جیاری میخوندم و خب جیاری خیلی لغت‌های سطح بالا داخلش داره. من در حد 10-15 تا لغت رو جدا کردم ازش، لغتی که تو هر موضوع هر تاپیک به کار میاد. یعنی اینجوری نیستش که فقط مثلا راجع به پزشکی باشه، راجع به غذا باشه، کلمه‌ای که همه جا به کار میاد، مثلا تناسیتی، مثلا سرسختی. خب این لغت رو من سعی میکردم تو هر موضوعی ازش استفاده کنم. و توی پارت 2 یه چیزی که خیلی بهم کمک کرد، مثلا خیلی از دانشجو خیلی از استادا میگن که شما برید راجع به هر موضوع یه سری اطلاعات در بیارید، خب که اگه هر موضوع دادن شما آماده باشید. من حالا این کارو نکردم. من گفتم من یه حالت تمپلیت تو ذهنم داشته باشم که چی میخوام بگم، که هر سوالی بود من بتونم روی این تمپلیت بگمش. من موضوعی که بهم توی امتحان اصلی خورد این بود که نتیجه تجربت از کار گروهی رو بگو، آخرین باری که کار گروهی کردی. من شروع کردم از دانشگاه گفتن، یعنی من 1 دقیقه و نیم شاید باورتون نشه از دانشگاه داشتم میگفتم من رشتم اینه، این درس‌ها رو داشتم، تجربه 3 سالم اینا رو بهم یاد داده، همینجوری میگفتم. کلا تو 30 ثانیه آخر من از اون 3 تا بولت پوینت به 2 تا جواب دادم. البته سومیش هم حتی جواب ندادم. چه جالب، عجیبه. یعنی ولی ربطش دادم به همین قضیه مثلا کار گروهی. مثلا حتی راجع به ورزش هم از من سوال میکردن، من میتونستم رو همین تمپلیت بگم. مثلا میگفتم اوکی من دانشجوام، اینا درسامه، 3 روز تو هفته باید برم دانشگاه، 2 روز تایم اضافه دارم، حالا این 2 روز رو من به ورزش اختصاص میدم. میدونی به همین الکی میتونستم ربطش بدم. اگه میگفتش مثلا در مورد فضا بگو، میگفتی من دانشجوام، هر از گاهی دانشجوها به فضا میرن. آره توی خلوت خودم فضا رفتم چند بار. آره اینا کلا میتونم رفت بدم این قضیه.
جالب بود و البته خیلی هم مهم بود. خب راجع به منابع اسپیکینگ هم که گفتی، پارتنر اسپیکینگ پس نداشتی دیگه، خودت بودی؟ من نه، خودم بودم. بسیار عالی. بریم سراغ باز چند تا سوال دیگه که بچه‌ها پرسیدن. نه قبلش بریم سراغ سنتری که آزمون دادیم. خب تو ایران با همچنان ازت میخوام که اسم سنتر ایرانی رو نبری، اسم سنتر خارجی رو ببر. هیچ مشکلی هم نداره، چون هیچ کدوم از ما نمیتونیم اون سنتر خارجی رو بیایم و ثبت نام کنیم یا ثبت نام نکنیم. ایتالیا راحته، ایتالیا همه میتونن بیان. نگران خب یه مقایسه‌ای بکن. اولی که بهمون بگو که جفت سنترها رو چجوری امتحان دادی، حضوری بوده یا کامپیوتری، و مقایسه‌ای هم که میکنی ببینم که ایران چطور بود، سنتر ایتالیا چه شرایطی داشتی. چون خیلی ها مثلا حتی روی رفتاری هم اگر بتونی مقایسه کنی برام جذابه. مثلا میگن این ممتحنای ایرانی با خود ایرانیان نمیدونم پدرکشتگی دارن، اونجا بری مثلا اینجوری نیست، کسی به ایرانی بودن توجه نمیکنه و اینجور چیزا. جذابه برام اینا که از اتفاقات روز آزمونت بهم بگی. من حالا یه چیز کلی بخوام بگم این که مثلا میگن مثلا اسپیکینگتون رو برید توی ترکیه امتحان بدید یا توی ارمنستان امتحان بدید مثلا بهتر صحیح میکنن، یا مثلا ایرانی‌ها مشکل دارن با ایرانی‌ها. نه، من اصلا کلا قبول ندارم، چون طرف شغلش هیچ فرقی براش نمیکنه، من باشم یا خارجی باشه اصلا هیچ فرقی نمیکنه. این واسه به نظر من اینا یه سری خرافاته که فقط باعث میشه ما تو روز امتحان استرسمون بیشتر شه. ما اگه به قضیه اینجوری نگاه کنیم که ما مثل همه داره با همون برخورد میشه و هیچ کس نمیخواد ما نمرمون پایین‌تر بشه، چون هیچ سودی واقعا برای اون اگزمینر یا اون مصحح یا اون مراقب نداره. اینا دارن کارشون رو میکنن، درآمدشون رو دارن و هیچ فرقی نیست. یعنی اینا که دارن میگن برای اینه که آدم با این طرز فکر بره که این مراقب میخواد من نمره کم بده، استرسی صرفا میره بالا. ولی کلا این عوامل خارجی رو بذاره کنار، انقدر سطح استرس میاد پایین‌تر، میگه خب اوکی اینم یه آدم مثل من دیگه، یعنی قرار نیست مثلا مشکلی با من داشته باشه. راجع به سنترها، من به نظرم سنتر ایران بهتر بود. دلیل اصلیش استفاده از هدفون بود. من امتحان دادم هدفون دادن بهمون، ولی اینجا تو ایتالیا توی قسمت لیسنینگ صدا رو از اسپیکر پخش میکردن و خب طبیعتا اینجوری هم نبود که این خیلی اسپیکرها به تعداد یکسان پخش شده باشه و واقعا یه جایی از سالن صدا کمتر میاد. من شانسی که آوردم نزدیک مثلا اسپیکر بودم. چند نفر تو سالن آزمون ایتالیا بودن؟ شاید تو کلاس 100 نفر بودن. پس اونجا هم کم نبوده. آره، ولی ایران خب تو سنتراش خیلی زیاده. آره 300 400 نفر راحت هستش. اینجا کلاس خود پروستار هر در واقع کورسی که امتحان میگرفت 300 400 نفر ثبت نام میکردن. الان که بدتر هم شده. پس نهایتاً میگی کیفیت برگزاری سنترهای ایرانی بهتر از اونجا بود. ممتحن اسپیکینگ هم همینطور؟ ممتحن اسپیکینگ هم من هم ایران هم اینجا به نظرم جفتشون خیلی آدمای خوش اخلاقی بودن، ولی چیزی که حس کردم اینه که تو پارت یک خیلی اینجا بیشتر منو قطع کردن. تو پارت یک ایران منو اصلا قطع نکردن، یعنی وسط صحبتم میگم اوکی سال بعدی. اینجا خیلی انگار عجله داشت، مثلا میخواد زودتر بره، چون واقعا رفت بعد امتحان، یعنی بلافاصله جمع کرد. ولی در کل بخوام بگم ایران به نظرم اینجا خیلی این کارهای امضا و اینجور چیزاشون طول کشید که امضا بگیرن، مثلا آیدنتیتی چک کنن. ایران خیلی سریعتر انجام شد، بچه‌ها در حد نیم ساعت تموم شد. من اینجا 1 ساعت و نیم طول کشید این کار. بسیار عالی. خب من با اجازه کامنت ها رو باز میکنم که سوالات بچه ها رو ببینیم و جوابم بدیم و همچنان ادامه سوالات خودم رو ازت میپرسم. بچه هم اگر سوالات خوبی پرسن اونا رو ازت میپرسم. یه چیزی که حالا من اینو یه لحظه باز کنم، turn on commenting. خب میپرسم که منابع لغات و کالوکیشنتون چی بوده؟ منابع لغاتم بیشترینش، یعنی اونایی که میدونستم تو امتحان اصلی قرار به کار برم، لغات جیاری بودش، اون لغات‌های سطح بالا. چجوری به همین منابع میشه دست پیدا کرد، همین منابع لغات جیاری؟ اپلیکیشن مگوش، MAG، اپلیکیشن مگوش، MAGOOSH، رایگان هم هستش. 7 تا سطح داره. از
بیسیک شروع میشه تا ادوانس میره فکر کنم و نزدیک 1200 تا لغته. شما 15 تاشم توی به نظر امتحان اصلی به کار ببرید، واقعا به نظر من 8 چون خیلی لغتاش سخته. ببین تو خودت یعنی آمدان رفتی 1200 تا رو گذاشتی کنار، 15 تا دونه رو جدا کردی. من روی برگه شد باورتون نشه، روی برگه 15 تا از این لغت ها رو جدا کردم که میدونستم این 15 تا رو میتونم توی همه جا به کار ببرم. مثلا در مورد آدیشس، مثلا میشه سختگوش، بعد میخواستم راجع به دانشگاهم درس مثلا صحبت کنم، میگفتم مثلا من خیلی آدم بی‌پروا و مثلا سختگوش و شجاعیم، این لغت رو به کار میبردم داخلش. این 15 تا لغت رو من هر تمپلیتی که بود ازش استفاده میکردم. متوجه شدم. بعد به جز اونم همون اکچوال و ماکار خودش یه سری لغت ها رو هایلایت کرده داخل متن، اونا رو هم حفظشون کرده. حالا یعنی اگه بلد نبودم میگن اون 15 تا رو میشه به ما هم بگی الان حضور ذهن داری یا نه راهی هست اینا رو به دست ما برسونی؟ من آره روی کاغذ نمیشه ولی الان پیشم نیستش، ولی میتونم واتساپ برای شما بفرستم. خب ایراد نداره، آره بفرست، من برای بچه‌ها این قولو میدم که توی گروه تلگرام. حالا الان همه فکر می‌کنن این 15 تا رو داشته باشن میرن الان نه این 15 تا لغت، یعنی میگم 1200 تا لغت تو اپلیکیشن مگوش واقعا. بعد لغت‌های واقعا، چون این لغت‌هایی که تو آمریکا مثلا دبیرستان به عنوان ادبیات فارسی درس میدن، لیترچر به اونا درس میدن، مثل زبان فارسی ما بود که آخرش 3 لغت سخت داشت. این لغت‌های جیاری دقیقاً اوناست. و از این 1200 تا میگم 20 تاشم آدم بتونه 10 تاشم استفاده کنه تو امتحان هر کدومش اصلا معجزه میکنه، چون عجیب غریبه این لغت‌ها واقعا. بسیار عالی. سوالی که خیلی دارن میپرسن همون سوال مهم هست در رابطه با اینکه روزی چند ساعت مطالعه میکردید، آیا کارمند بودید یا کارمند نبودید و ایامی که نزدیک به امتحان بود در واقع این حجم مطالعاتیتون چطور میشد؟ قبل از اینکه همه اینا رو جواب بدی به من بگو آزمون آیلتس تو ایتالیا حضوری بود یا کامپیوتری؟ حضوری بودش. بسیار. خب حالا این جواب این سوال چطور مطالعه کردن رو خب من بار اولی که امتحان دادم لیسانسم تموم شده بودش، ولی بار دومی که اینجا امتحان دادم داشتم رو پایان‌نامه‌ام کار می‌کردم، پایان‌نامه ارشدم، و همزمان هم پایان‌نامه‌مو انجام میدادم، هم آیلتس انجام میدادم، هم جیاری می‌خوندم. یعنی 3 تا کار رو همزمان من انجام میدادم. آیلتس رو من این سری توی 3 ماه یا 4 ماه آماده شدم، روزانه یه پارت صبح تا ظهر، یه پارت عصر تا شب. مثلا صبح تا ظهر 2 ساعت اسپیکینگ کار می‌کردم، عصر 1 ساعت 1 ساعت و نیم یه دونه لیسنینگ ریدینگ رو می‌زدم. بسیاری. بعد دم آزمون که رسید این روال تغییر پیدا نکرد؟ من توصیه که به تمام جوونا میکنم دم امتحان هیچ کاری نکنید، استراحت کنید. واقعا من مثلا 1-2 روز آخر به نظرم فقط آدم یه جنبندی تو ذهنش داشته باشه که بدونه مثلا تو اسپیکینگ میخواد چیکار کنه، به نظرم خیلی کمک میکنه. ولی اینکه آدم بخواد یه چیز جدید یاد بگیره به نظر من کاملا اشتباهه، چون قبلی‌ها هم از ذهن آدم میره. یکی نوشته از فردا این 12 کلمه شما رو همه یک زمین 15 تا دوستان. نه من بیشتر، من 30 تاشو جدا میکنم میگم بهتون. پیجای فروش 15 کلمه بهزاد از فردا بهزاد 50% هم الان آفر هستش. بهزاد یه چیزی نمیدونم، حالا هر کسی که میخواد این آزمون آیلتس رو بده ناخودآگاه یه استرس شدیدی داره. خب و حتی تا حدی که خیلی از دوستان شنیدن، ما دیدیم که تو آزمون آیلتس حالشون به هم میخوره، خدای نکرده بالا میارن، همین این چیزا هست. من احساس میکنم که الان که حالا که آزمون آیلتس خیلی ریلکسی کلا، میخوام ببینم کاری کلا برای این کنترل استرست میکردی، پلنی داشتی یا نه کلا آدم بیخیالی مثلا هستی؟ من یه مواقعی خیلی استرسی هم اتفاقا، یه مواقعی استرسی نیستم خب، ولی مثلا کنن تو امتحانا و اینا یه ذره ریلکس هم، نمیدونم چرا. این خودش برام، یعنی خود این قضیه برام سواله.
ولی در کل چیزی که به نظرم خیلی کمک میکنه به آدم که استرسش بیاد، فارغ از این که آدم تو چه سطحی باشه، اینه که اصلا فکر نکنه به این که این امتحان یه چیز خیلی بزرگیه. خب این امتحانه یه آدم باید به چشه یه پل بهش نگاه کنه واسه رسیدن به اون هدفه. خب یعنی آیلتس مثلا دشمن خودمون انگار نیستش، یه هدفیه برای اون طبیعتا اپلای دیگه، همون میخوایم اپلای کنیم، اینجوری بهش نگاه کنیم، خیلی دوستانه باش برخورد کنیم، به نظرم استرس آدم کمتر میشه. و اصلا به این خرافات این که اگه من تو این سنتر امتحان بدم مثلا شانسم کمتر میشه، اگه تو اون سنتر امتحان بدم فلان اگزمینر بده، اینا همه خرافاته. هر آدمی خودش بشینه اون وقت و انرژی رو بذاره اون روشی که خودش دوست داره، به نظرم راحت میتونه خیلی نمره بالایی بگیره. یه سوال دیگه که دارم میپرسم بهزاد جان، این که شما ماک هم امتحان دادید قبل از آزمون یا نه؟ من خیلی عجیبه. الان حالا میام باز میگن نه این امتحان داده نمیخواد بگه. امتحان نداده یا آقا امتحان نداده. حالا خدا امتحان ندادم، ماک امتحان ندادم. یه ذره قدم کلا یا اول فصل یه ذره خودم مشکل دارم ولی واقعا ماک امتحان ندادم من هیچی. جالبه، ریسک زیادی کردی. یکی از دوستان یه سوالی پرسید، حالا چون خیلی از دوستان این دغدغه رو دارن، از در واقع این سوال از من پرسیدن که آقا آزمون کاغذی تو ایران دوباره برگزار میشه یا برگزار نمیشه. دوستان حالا من دقیق نمیتونم اشاره کنم، به حال یه محیط عمومیه و من تو محیط عمومی نمیتونم استناد کنم، ولی فعلا تا مدت‌های زیادی به نظرم آزمون حضوری رو از ذهنتون یا کاغذی رو از ذهنتون بذارید کنار، روی آزمون کامپیوتری سرمایه گذاری کنید. برای آزمون کامپیوتری هم چند تا خیلی تعداد معدودی از مراکز هستن که آزمون ماکش رو برگزار میکنن. آفرینش هم جزو یکی از اون مراکز ها هست. تعریف از خود نباشه، آفرینش تنها مرکزی که آزمونش عیناً مثل آزمون اصلیه و با قیمت کمتری. حتما میدونم زیادم پر هست، بیاید و این آزمون ماک کامپیوتری رو شرکت کنید. شما مثل بهزاد نباشید، بهزاد کارش خیلی درست بوده. من ممکن مثلا 6 تا میوه امتحان اصلا برید ماک امتحان بدید واقعا. آره ماک حتما امتحان بدید، چون داستان داره مخصوصا تو زمینه کامپیوتری. پس سرمایه گذاری ذهنیتون هم برای همین ماک کامپیوتری انجام بدین. خب برم دیگه سوال. من یه چیز دیگه که الان ببخشید دارم من بین حرف شما، یه نفر پرسیده بود که آیا یوتیوب هم شما چیزی دیده بودید؟ من تو یوتیوب سرچ کرده بودم ریل اسپیکینگ اگزمز، یه چنل آورده بود بعد با بند اسکورهای مختلف، بند اسکور 9 8.5 8، خب و انگار واقعی هم بودش و داشتم صحبت کردنشون رو که میدیدم واقعا انگار داشتن دو تا دوست با هم دیگه صحبت میکنن. این که مثلا میگن فرمال باشه یا این فرمال، من هیچ تأثیری نداره. ریتالین هم مصرف نکنید، دیستری بچه‌ها دارن میگن. آره اونجا دارن داروها رو توصیه میکنن، داروخونه شده. آره اصلا دو فکر این قضیه نباشید که مثلا حتما باید فرمال صحبت کنید، نه کاملا دوستانه اصلا برید صحبت کنید. مثلا واقعا میگم من اینو خودم یاد گرفتم تو یوتیوب، یه دونه از بند اسکورای 9 دیده بودم، انگار 2 تا رفیق داشتم با هم دیگه صحبت میکردم. مثلا پسر وسطش میگفت به اگزمینر آر یو ویت می، مثلا خیلی خیلی باحال بود، گفت مثلا حواست به من هستش الان، در صورتی ما فکر میکنیم نباید اینجوری صحبت کنیم. حالا یه خیلی شوخی هم مثلا نکنید، ولی اینکه اینقدر آدم راحت بره اونجا خون سرد و با اعتماد به نفس بره، مثلا خیلی کمک میکنه. دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. یعنی خیلی از این توصیه‌هایی که متاسفانه حالا بعضی از اساتید دارن و حالا شما رو که حالا کار ندارم، این راحت صحبت کردنه به مراتب تو اون آزمون مخصوصا اسپیکینگ تاثیر داره، ولی نمیدونم چرا حالا بعضی از دوستان اینقدر پیچیده‌اش میکنن. چند تا مطلب رو بگم. آدرس کانال آفرینش رو خواستم برای اینکه اون 15 لغت پکیج طلایی بهزاد قرار شده که از شب یلدا تا کریسمس هم تخفیف داشته باشه رو بذاریم اونجا منتشر کنیم. هیچ کار خاصی نداره، توی تلگرام آفرینش یا آفرینش گروپس رو سرچ کنید دوستان، اونجا لیست گروه آفرینش هست، اون رو منتشر میکنیم. بعد خیلی دارن میپرسن که چرا دوبار آزمون دادید؟ من یک بار برای ایتالیا داشتم اپلای میکردم، بار اول، بار دوم خب چون 2 سالم اکسپایر شده برای کانادا داشتم اپلای میکردم، دوباره نیاز داشتم به امتحان آیلتس نمرش. بسیار عالی.
یه سوال دیگه ای که میپرسن، خیلی دوستان شاغل هستن، میدونم حالا نسخه کاملی نداره، ولی توصیه شما برای کسی که شاغل هستن برای رسیدن به نمره بالا، بازم نه نمره مثلا 8 فقط، روزی چند ساعت مطالعه است؟ چون همین الان این بحث مطرحه، میگه آقا روزی مثلا 3 ساعت و نیم خوندی، چطور همچین چیزی ممکنه؟ خب من ناگهان روزی 3 ساعت و نیم اگه خوندم 3 ماه، ولی خوندم بعد 3 ماه هر روز روزانه 3 ساعت و نیم، 90 روز 90 روز 3 ساعت و نیم، نزدیک 280 290 ساعت 300 ساعت میشه. یعنی من میخوام بگم اون پیوستگی مهم. من اگه امروز 7 ساعت بخونم ولی فردا نخونم، پس فردا نخونم، دوباره بخوام یه 7 ساعت بخونم، پیوستگی نیست. شما اصلا روزی 1 ساعت بخونید، ولی شما 5 ماه روزی 1 ساعت بخونید میشه 150 روز روزی 1 ساعت. خیلی زیاد میشه. یعنی قطره قطره اینقدر میاد بالا که واقعا اتفاق عجیب غریبی میفته. راجع به کسایی هم که شاغلم میگم، من حالا توصیه که میگم باز واقعا در اون جایگاه نیستم، ولی خیلی به نظرم به سطح زبان آدم بستگی داره و از اون مهمتر این پیوستگی است. یعنی آدم تایم کم داشته باشه ولی روزی 2 ساعت 3 ساعت ولی هر روز این کار رو انجام بده، به نظر من هر نمره آدم میتونه بگیره. بسیار عالی. بذار یه سوالی که حالا بچه ها اونجا دارن شوخی میکنن ولی خب مهمه، اینه که میگن بهزاد باهوشه. خودت مثلا تو این پروسه هوش رو خیلی موثر میدونی؟ مثلا تو یعنی چه میدونم از یه هوش خاصی برخوردار هستی که باعث شده 3.5 ساعت بخونی و با اون کم خوندنه بری تو آزمون اصلی خیلی راحت مثلا استیکینگ 8 بگیری؟ نه من هوش که باهوش نیستم حقیقتا، ولی چیزی که پیگیرم واقعا، اگه روزی 3 ساعت میخونم هر روز واقعا میخونم و خیلی به این قضیه. چون مثلا من چون جیاری هم داشتم امتحان میدادم، جیاری اصلا امتحانی نیستش که با یه روز خوندن آدم به چیز برسه، به اون هدفش برسه. واسه هر روز آدم باید اینو بخونه و میگم شما روزی 3 ساعت بخونید ولی 3 ماه روزی 3 ساعت یه ضرب و تفریق کنید، من فکر میکنم به یه عدد خیلی عجیب غریبی میرسید. بسیار عالی. یکی دیگه از دوستان یه سوال خیلی خوب پرسیده، توصیه شما برای تایم کم آوردن توی ریدینگ چیه؟ همون بحث تایم منیجمنت که خودت اشاره کردی، حالا شما که حالا دنبال نمره 9 بودی ولی خب بقیه واقعا درگیری این هستن، فکر می‌کنی باید چیکار بکنن؟ من اینو دقیقا نمیدونم، یعنی مثلا چجوری، چون میگم باز خیلی به این تایم بستگی داره که چقدر مثلا طرف فست ریدر هستش، چون مثلا یه سری واقعا میتونن یه متن خیلی سریع بخونن. من خودم مثلا میتونم یه متن رو سریع بخونم، ولی یه روشی که به نظرم خیلی کمک میکنه به قضیه اینه که سعی کن تو تایم کمتر بزنید. اگه 20 دقیقه 15 دقیقه وقت بذارید، انقدر این فشار رو بذارید رو خودتون که مجبور کنید خودتون انگار امتحان 15 دقیقه است واقعا هر بخشش ریدینگش. و اگه تو این فشار رو خودش آدم حس کنه دیگه یاد میگیری که باید تو 15 دقیقه جواب و تو امتحان اصلی 5 دقیقه وقت زیاد میاد. بذار برای گرامر چیکار کردی؟ منبعش نه خاصی داشت؟ گرامر کتاب بلو بوک رو من خونده بودم و گرامر این یوز، آره دوتا رو من بلو خونده بوک. بودم. بلو بوک تموم کلازاشو بخونید، یعنی اون قسمت ادجکتیو کلاز، ادورب کلاز، نان کلازا، فکر کنم از صفحه 200 به بعدش میشه قسمت کلازا. اینا رو بخونید تو رایتینگتون استفاده کنید، خیلی نمره رو میاره بالا، یعنی خیلی ساده است. بسیار عالی. یه چیزی دیگه هم باز بپرسم به عنوان آخرین سوال، شاید هم آخرین سوال، اینکه خیلی اصلا درگیری این هستن که آقا چطور این جنرال انگلیش رو سطحش رو ببرم بالا. توصیه تو چیه به عنوان کسی که همه این راه رو حالا با همه سختیاش رفتی؟ خب میگم به سن خیلی بستگی داره. طبعا آدم هرچی سنش پایین تر باشه خب این قضیه راحت تره، ولی میگم من خودم از واقعا دبستان رفته بودم کلاس زبان و این خب بی تاثیر نبوده واقعا. ولی کسایی که تایم دارن به نظر من آیلتس 60%ش به نظر من سطح زبانه، 40% یا مثلا 30%ش اینکه آدم این هدفمند این کارش رو انجام بده، یعنی مثلا بدون واسه هر بخش چه استراتژی داره. این به نظرم خیلی کمک میکنه. مثلا من هر چقدرم لیسنینگم خوب باشه اگه تایم منیجمنت بلد نباشم خب وقت رو از دست میدم. من بهترین آدم رو زمینم باشم تو لیسنینگ به مشکل میخورم.
واسه همین به نظر آدم این باید بره کلاس که این چیزا رو یاد بگیره. بذات اون بار اول که حالا اولین آزمونت رو دادی، خب دوره آیلتس تو آفرینش تموم شده بود، میخوام ببینم که چقدر بعدش آزمون اصلی شرکت کردی؟ 3 ماه سلف استادی داشتم، توی مهر ماه امتحان دادم. فکر میکنم خرداد تموم شدش، خرداد تیر مرداد شهریور، 3 ماه حالا سلف استادی کردم بعدش. بسیار عالی، بسیار عالی. با اجازه دوستان ما این لایو فوق العاده خوب رو، فوق العاده خوش انرژی رو، انقدر که خود بهزاد واقعا خوش انرژی بود جدی میگم. من حالا از خدا چه پنهون، از شما پنهون نباشه، همه لایوها 100% حواسم جمع نیست. خب انقدر که هی این پشت صحنه رو دارم چک میکنم، سوالا رو دارم میخونم، بعد همه چی رو باید هندل کنم. این لایو خیلی با دقت حرفای قشنگ شما رو گوش کردم و لذت بردم. واقعا از صمیم قلب برات بهترین ها رو آرزو می‌کنم تا همینجا که اومدی، که موفق بودی. ایشالله که حالا گفتی که تو ایتالیا نمیمونی، من ایشالله تو رو تو آمریکا ببینم ایشالله. بیایم یه لایو باید بزنیم که چطور تونستی به آمریکا مهاجرت کنی. آره میخوام پیج اپلای بزنم. آره دستت در نکنه. پکیجای اون 15 لغتت هم بفروش که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. خب بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از دوستای عزیزی هم که لطف کردن امشب وقت گذاشتن، این دوشنبه شب با ما همراه بودن. شما تمام سرمایه ما هستید، ممنون که همراه ما هستید، از ما حمایت میکنید. امیدوارم که تونسته باشیم حداقل کمکی رو به شما بکنیم و باز هم از بهزاد عزیز تشکر میکنم که لطف کرد از اون ور دنیا این وقت گذاشت، خیلی چی میگن خاضعانه، بدون اینکه نمیدونم تبلیغی بخواد برای خودش بکنه، چیزی رو بگه، بازاریابی بکنه، اینقدر قشنگ و خوب و خودمونی اومد هر چیزی که تو چنته داشت رو به ما گفت. واقعا ازت تشکر میکنم. خودت یه خداحافظی بکنه دیگه، ان شاءالله تموم کنیم. از تمام طرفدارام نمیدونم باید چی بگم. ان شاءالله که بهترین نتیجه رو بگیرید و اون هدفی که میخواین رو بهش برسید. اصلا نگرانش نباشید، ریلکس برید امتحان بدید، ریتالین هم نخورید. آره آفرین، اینو خیلی خوب گفتی، نکنی این کارو بچه‌ها، نکنید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. بهزاد جان ممنون، شب همتون بخیر. شما در نکنه. مرسی، خدا شبتون بخیر. شب شما بخیر. خانه آیلتس آفرینش، تنها مرکز تخصصی دوره‌های آیلتس در ایران. www.afarinesh.org